воҳида ализодаи 20-сола ва ду тифли ӯ Илёси 5-солаву Фарзоди 2,5-сола соли гузашта Афғонистонро тарк карданд. онҳо ҳоло дар аёлати Вирҷинияи Амрико зиндагӣ мекунанд. дар рӯзҳое ки фурудгоҳи Кобул пуриздиҳом буд, волидони Фарзоди хурдсол барои дар зери по намондани тифлашон ӯро ба дасти сарбозони хориҷӣ доданд. вақте худашон вориди фурудгоҳ шуданд, дигар кӯдаку сарбозро наёфтанд. Фарзодро танҳо ба Норвегия фиристоданд ва танҳо баъд аз 1.5 моҳ модар тавонист тифлашро ба оғӯш гирад. فرزاد جانی که 43 روز از من دور بود به نروژ بود، فعلا کودکستان میرن و درس میخوانن. از ABC شروع کردن. این پدر فرزاد است که ضمن پرواز هواپیما در جستجوی فرزند از فرودگاه بیرون شد و در افغانستان ماند. اون نمیخواهد معرفی شود، اما در این مراجعتش از حکومت آمریکا خواست به او برای پیوستن به زن و فرزندانش کمک کنند. سلام، مصطفی زاورزاده هستم، پدر فرزاد زاورزاده که مدت 1 سال میشه خانواده‌ام در امریکاست و خودم در یکی از گوشه و کنار افغانستان به سرنوشت ماندیم. واحده هم که تعلیم و تربیه دو کودک را حالا به تنهایی به دوش دارد، از سرنوشت شوهرش نگران است. میشه که ما اینجا آمدیم مگر هنوزم پدر اولادان نامدن و همین ما را آزار میتن. با این وجود این زن جوان تلاش دارد زندگی خود و دو کودکش را در کشوری بیگانه تنظیم کند. سرپای خود ایستاده شدیم، کار میکنم، خانه دارم، طفلایم کودکستان میرن و خوش هستم که درس میخوانند. واحده اینجا دوستان زیاد هم پیدا کرده است. آنها با او کمک میکنند و نمیگذارند که خود را در جایی بیگانه تصور کند. میخوایم که شرایط افغانستان نیز خوب شود تا طفلا بتانند مثل ایجاد هم قسم تحصیل کنند، درس بخوانند، مکاتب برن. با سر قدرت آمدن طالبان زندگی زنان و دختران در افغانستان مشکل شد. آنها اکنون نمیتوانند آزاد و بدون همراهی مرد به بیرون برآیند و کار و تحصیل کنند. واحد خوشحال است که او در آن نظام زندگی ندارد.